سلام به موبکس دوست داشتنی. من مهدی شجاری ام و این روزا همه دارن به ما میگن که بمونید تو خونه. بمونیم تو خونه. خب چیکار کنیم؟ یه ساعتشو فیلم ببینیم، 2 ساعتشو کتاب بخونیم، 1 ساعت تلویزیون ببینیم، 3 ساعت بیام تو اینستاگرام بچرخیم، بازم 24 ساعت پر نمیشه. 8 ساعتش هم بخوابیم، 2 ساعتش هم شام و نهار و دستشویی این داستانا باشه، بازم وقت اضافی هست که حوصله‌مون سر بره. این شد که تصمیم گرفتم بیام یه 10-15 تا بازی به صورت فله‌ای معرفی بکنم. هر کدومو دوست دارید نصب بکنید. بلکن یه ذره از بی‌حوصلگی کم بشه، بلکن که بمونید تو خونه، بیرون نرید، خطرناکه این کرونا زودتر جمع کنه بره. بریم بازی‌ها رو دونه دونه با هم دیگه ببینیم. بازی اول اسمش کنون شاته، اگر درست تلفظ کنم CANNON شات. توی این بازی شما توپخونه دارین، یه دونه رو صفحه بزنید این توپا باید بیفته تو سبدا. حالا شما با توجه به المانایی که توی بازی هست میتونید راهنمایی بکنید که هر کدوم از این توپا توی مسیر درست قرار بگیرن که بیفتن توی این سبده. خیلی خوب، تستو که گرفتیم دیگه پر میکنیم که اون سبدمون پر بشه، 3 ستارمون رو تکمیل کنیم. کنون شات بازی اول. بریم سراغ بازی دوم، ریل کار پارکینگ 2. توی این بازی یه دونه ماشین دارین، تمرین پارک دوبل باش میکنین. کامل میتونید پارک دوبل بزنید باهاش. بخشای مختلف داره که حالا مثلا استارت. توی محیط بازی شما یه دونه ماشین در اختیارتون هست که استارتشو میزنید، کمربندتون رو میبندید، دنده عقب و دنده جلو و اینا رو داره، گاز و پدال و همه چی هست. فقط هم 3 بار میتونید به در و دیوار بخورین. بعد از اون 3 بار دیگه نمیتونید کاری بکنید. الان ما از پارک میخوایم در بیایم و مسیری که بهمون داده رو میریم. 1 بار دیگه هم خوردیم به دیوار. حالا دنده عقب میریم و باختم. بازی فکر میکنید که سختیه، ولی وارد بازی که بشین جذبش میشین. من خودم 1-2 بار پارک دوبل زدم ولی خب گند زدم. ریل کار پارکینگ 2. میریم سراغ بازی بعدی به اسم سیف زون. یه بازی سبک زامبیه، یعنی توش پر زامبیه. شما یه کاراکتر هستین که یه تفنگ دستتونه و باید زامبیا رو بکشید و برید جلو. این خفنا رو مثلا باید با سلاح‌های مختلف بزنید. اینجا مثلا میتونید نارنجک بندازید، چند تا با هم دیگه بکشید، یا این کپسولا رو بتره کنید، زامبیا رو رد کنید، برید مرحله بعدی. رسیدم به مرحلهش و یه مرحله رو رد کردم، یه سری جایزه بهم میده. الان چه وقت پیام دادنه؟ و خب مثلا میتونید سلاح‌های مختلف بخرید، ابزار مختلف بخرید و بازی بکنید. بازی بعدی اسمش هست ورلد وار 2. امیدوارم که اسمشو درست بخونم. ورلد وار که معنیش میشه جنگ جهانی، 2 هم که نمیدونم یعنی چی. سبک بازی مثل کلش رویاله. کلش رویال رو بازی کرده باشین، این بازی هم مثل همونه، ولی خب یه ذره محیطش فرق داره، کلیاتش مثل همونه. دعوای بین پادشاه قرمز و پادشاه آبیه. شما یه سری کارت دارین که هر دست که میبرین یه سری کارت ها رو میتونید جمع بکنید، کاراکترهای مختلف داشته باشین و حالا برم تو محیط بازی. بریم یه بتلش رو با هم دیگه ببینیم. مثلا اون سمت پادشاه قرمز هست، اینور پادشاه آبی، که خب شما مثل کلش رویال اگر بازی کرده باشین اینجا یه سری کارت دارین که میتونید کارهای مختلف رو باهاش انجام بدین و اون تیکه اونور رو فتح بکنید. ورلد وار 2 DOH. بازی بعدی اسمش هست دادیش یا ددیش. یه بازی به شدت ساده که داستان این توروبست که بچه‌هاش گم شدن، داره میره دونه دونه بچه‌هاشو پیدا کنه و شما باید توی این مسیر راهنماییش بکنید. محیط کاملا 2 بعدی، خیلی گرافیک ساده بچگانه کودکانه است، ولی خب منطق بازی منطق جذابیه. شما باید راه حل‌های مختلف رو رد بکنید. و برسیم به بچه توروبمون و آزادش بکنیم. اینم بازی باحالیه، اسمش هم دادیشه و به نظرم که جذاب اومد، گفتم توی این لیست بذارم امروز بهتون معرفی بکنم. اما بازی بعدی که من واقعا عاشقش شدم اسمش از اسلپ کینگز. یه بازی چک زنیه که کافیه برید داخلش، اون بالای اهرامی داره، هرچی به سبز نزدیکتر باشه زور چکتون بیشتره و
هر کی چکاش محکم‌تر باشه برنده این بازی میشه. الان خون من 132، خون حریفم 181. هر کی زودتر بتونه طرفشو از پا در بیاره خیلی بازی خوبیه این، برنده میشه و سکه میگیره. فقط نکته اینجاست که هم میتونید قدرت چکتون رو بیشتر بکنید، هم جونتون رو میتونید بیشتر بکنید. این دوستمون اگر تو این چک منو نکشه با چک بعدی مرده. خب با چک بعدی من دار فانی و ودا میگه. تاق بردمش. موقعی که اینو دارید بازی میکنید سعی کنید اینترنت رو قطع کنید، چون تبلیغ زیاد میاره مثل این. خیلی خوب، اسم این بازی هم بود اسلپ کینگز که با هم دیگه دیدیم. اما بازی بعدی فورگتن آنه دختری در مزرعه. امیدوارم فورگتن رو درست گفته باشم. میشه آنه فراموش شده اگر اشتباه نکنم. دوستان مدرس زبان لطفاً بیان درستشو بهمون بگن تو کامنت ها. این هم یه بازی نسبتاً سنگینه و فکریه. شما دوست عزیزمون این دختر زیباروی خوشقلب رو باید توی مرحله یاری بکنید که اون میشنایی که داره، اون وظایفی که داره رو انجام بده و مرحله رد بشه. یه بازی به شدت جذاب فکری که تو هر قسمتش کلی نکته نهفته است. اینجوری میتونید توی محیط بازی حرکت بکنید. این سمت به در که برسین مثلا وارد میشین، بعد هر کدوم از این علامت سوالا یه سری راهنمایی بهتون میده که متناسب با این راهنمایی ها میتونید تصمیم بگیرید که الان دقیقاً وقت چیه. جذابش اینه که توی جهات مختلف میتونه حرکت بکنه و شما از دونه به دونه این راهنمایی‌هایی که توی بازی بهتون داده میشه باید درس بگیرین. هر کدومش یه چیزی رو به شما میگه که متناسب با این دستوراتی که توی علامت سوالا هست باید یه سری کارا رو انجام بدید که مرحله رد بشه. برید، اینم یه بازی معمایی جذاب فورگتن آنه. خیلی خوب، تا الان چند تاشو دیدین. لازم دونستم که بیام یه نکته‌ای رو بگم. نکته خاصی نیست، گفتم خیلی دارین گوشی رو میبینید، بلکه خودم هم یه ذره تو ویدیو باشم دیگه، بالاخره دارم زحمت کشم. بریم ادامه ویدیو. خب بازی بعدی رو باید با VPN بازی بکنید. اسمش کیک فلایته. این آیکون این پسره، قبلیه دختر بود، این یکی پسره. واردش که بشید محیط به شدت جذابی داره. باز هم دوباره یه سری کارت دارین، یه سری ابزار و سلاح دارین که میتونید ازشون استفاده بکنید برای جنگیدن. توی این بازی کاراکتر در اختیارتونه که میرید وارد بتل میشید باهاش. یه سری ویژگی داره. منتظریم که یه سری آدم بیان، به صورت آنلاین این بازی برگزار میشه. خیلی خوب، 2 نفر دیگه هم اومدن. وارد محیط بازی که بشین کافیه بپرین بالا و شروع کنین به پرواز کردن. اینترنتمون هم داره آلارم میده. توی این محیط آدمای مختلف رو با توجه به ابزارهایی که دارین، تمام ابزارام هم قفل کرده لعنتی، ولی در کل بازی جذابیه. من که استعداد نداشتم توش، امیدوارم که شما استعداد داشته باشید. کیک فلایت. خب بریم سراغ بازی بعدی، بازی اووردرایو سیتی. این بازی از کمپانی گیم لافته، کمپانی سازنده بازی آسفالت. توی این بازی هم شما یه شهر رو در اختیار خودتون دارید که میتونید شهر رو بسازید. توی ساختمونای مختلفش یه سری چیزای مختلف در اختیارتون هست. تعمیرگاه دارین که مثلا میتونید ماشینای دیگران رو تعمیر کنید، پول در بیارین و در آخر برید توی مثلا بتل و مسابقه بدین. میایید توی شهرتون چیزای جدید میسازید و شهرتون رو از یه طرف شهرتون رو میسازید، از یه طرف ماشینتون رو میسازید. برای کسایی که عشق ماشینن بازی جذابیه. اووردرایو سیتی. بازی بعدی پیکو تانک اسمش. پیکو تانک هم یه بازی جذابه که شما این بازی رو هم باید با VPN برین داخلش. توی این بازی شما یه تانک رو در اختیار خودتون دارید که وارد بتل میشید باهاش و باید از موضع خودتون و پرچم خودتون دفاع بکنید در مقابل ارتش دشمن و ارتش بیگانه. این بازی هم بازی باحالیه از نظر من. اسمش هست پیکو تانک. بازی بعدی اسنوکر اسمش. اینو چند وقتی هستش که رو گوشی خودم دارم بازی میکنم و الان تقریبا مرحله چندم؟ مرحله 11 رو با 1 ستاره رد کردم. در حد همین گوشی میتونه جوابتون رو بده.
خیلی خوب، بازی اسنوکر، تنیس کلش هم یه بازی جذابه با سبک تنیس. سانسور کن آقا، سانسور کن. خب این اوکی، برو بریم. بازی جذابیه اگر که دنبال ورزش‌های مفرح هستید. کجا زدم؟ ما والا تو واقعیت هیچ موقع پولشو نداشتیم تنیس بازی کنیم، حداقل تو گوشیمون میتونیم تنیس بازی کنیم. بازم زدیم تو اوت. تو گوشیمون هم نمیتونیم تنیس بازی کنیم. بله بالاخره یه دونه خوابید. اینم از این. 3 در 4 12 تا بازی بهتون معرفی کردم، تموم شد و رفت. خیلی خوب، اینم از این. لینک دانلود اندروید و iOS تمام این بازیایی که با هم دیگه دیدیم توی کانال تلگرام موبو نیوز هست، میتونید برید از اونجا دانلود بکنید. همش هم از اپ استور و گوگل پلی. نکته دیگه وجود نداره. امیدوارم که این ویروس منحوس زودتر از این مملکت گورشو گم کنه و یه نفس راحتی بکشیم. قول میدم بعد از این اتفاقات اپلیکیشن معرفی بکنم واسه سفر و نکته هایی که باید در مورد سفر بدونید و بیام اینجا براش ویدیو بسازم. ولی خب الان باید بمونیم تو خونه، بازی بکنید، بلکن سرتون یه ذره گرم بشه. خوشحال میشم اگر یک کدوم از این بازی‌ها رو بازی کردین، رکورد زدین، حال کردین باش، استوری کنید، موبو نیوز رو تگ کنید، به دوستاتون معرفی بکنید، حمایت بکنید، لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب که اینجاست فراموش نشه که باعث دلگرمیه. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. مرسی از همراهیتون.